اللهم صل على محمد و آل محمد حبیب الله. در زمانهایی که حبیب خدا در مدینه بودند تا حال حرام حکمش آمدگی نبود. حرام شدن خمر 3 مرحله دارد، یکی سوره بقره، یکی سوره نساء، یکی سوره مائده. در این 3 سوره با نوبت عرق حرام گردید. زمانی که پیغمبر خدا میگوید به مدینه آمدم، حتی همون نوشاکی های مقرری که می نوشیدن خمر بود، میگوید عرق بود. مردم اینقدر زیاد می نوشیدن، اینقدر زیاد می نوشیدن. آب عادی که برای خوردن در خانه استفاده می بردن همه عرق بود. میگوید باری میگوید حضرت عمر با همراه حضرت معاذ ابن جبل که از خمر بسیار ضررهای دیدن و بسیار ضررها را در جمعیت حس کردند، نزد حبیب خدا رفتند و پرسیدند ای پیغمبر خدا، در باب خمر و در باب قمار چی میگویی؟ اون زمانها قمارم رواج داشت، قمارم درست بود. وقتی این سوال حضرت عمر و حضرت معاذ ابن جبل از پیغمبر کردن، در حال آیت آمد. یکم آیتی که برای بعضی از صحابه ها سبب شد و عرق خوری را بس کردن، همین آیت بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسألونك عن الخمر والمیسیر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. این اولین آیتی که از سوره بقره هست آمد. اول تحریم خمر، اول حرام شدن خمر انا همین آیت بود: ای محمد صلی الله علیه و سلم، یسألونک عن الخمر والمیسیر، تو را صحابه های تو، پیروان تو از عرق، از خمر و از قمار میپرسند، از تو میپرسند. آخر این خمر نابود کننده عقل هست، قمار برباد دهنده مال و ملک است، ضایع کردن مال است. از تو از این سوال میکنند: قل فیهما اثم کبیر، برای اونها بگو که در عرق و در قمار به نهایت گناهی کلان است و منافع للناس، لیکن بعض منفعت های دیگر برای مردم دارد. و اثمهما اکبر من نفعهما، خداوند میگوید لیکن با اونها بفهمان که گناهش از فایدهش زیادتر است. وقتی این آیت آمد، بعضی از صحابه ها میگد نوشیدن بس کردند، لیکن حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتشون کنه چی گفتند؟ اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیه. ای خدای مهربان، باز دعا کرد برای ما در باب خمر روشنتر خبر بده. از خداوند باز طلب کردند. من میگویم و منافع للناس، بعض فایده های برای مردم دارد، لیکن گناهی وی از فایدهش زیادتر از خدا گفت. فایده هاش تفسیرهای قرآن دا میگوید شهوانی میشود و اقتصادی میشود. این عرق فایده های شهوانی دارد و اقتصادی دارد. شهوانیش همین است که وقتی او را خوش میکند، وقتی عرق می نوشد، عرق نوش مثال وقتش خوش می شود. خب و اگر خیلی آدمی بخیلم که باشد، میگوید بعد سخاوتمند می شود آدمی که عرق می نوشد. بعضی مفسرها گفتن خوراک خوب هضم می کند، فایده هایی که برای مردم می داده است، لیکن خدا گو اسمش، گناهش از فایدهش زیادتر است.
زیرا از همه بزرگترین نعمت برای انسان عقل هست. عقل او را دور میکند و او فحش میگوید، ناسزا میگوید، دلازاری میکند. قمارش هم همچنین. حضرت عمر باز دعا کردند خدایا برای ما آیت روان کن که روشن‌تر باشد. اگرچه بعضی صحابه ها بس کردند از روی این آیت، لیکن باز خمر دوام داشت، خوردنش دوام داشت. دوم آیت آمد. دوم آیتش سببش میگویند این است که وقتی میگوید صحابه ها در یک خانه جمع شدند، حتی حضرت علی را هم نام میبرند، وقتی میگوید نماز شام شد یا نماز خفتن بود، اونها مست بودند و خیستند خواستند که نماز خوانند. وقتی میگوید آغاز کردند قل یا ایها الکافرون ما اعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون، به نهایت غلط خواندن آیت. سوره قرآن تماما غلط خواندن و در حال آیت آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تقربوا الصلاة وانتم سکرا حتی تعلموا ما تقولون. خداوند روان کرد بر محمد صلی الله علیه و سلم و تمام پیروان خود خبر بده که وقتی مست باشند به نماز نزدیک نشوند. این آیت آمد. این آیت هم سبب شد که بعضی از صحابه ها باز بس کردند، لیکن روشن نبود. حرام بودن او تا حال روشن آمدگی نبود. عاقبت باز حضرت عمر دعا کردن پروردگارا برای ما حرام بودن خمر و قمار را روشن‌تر بیان کن. مفسران میگن این دعای حضرت عمر بود. عاقبت میگه در سوره مائده با طریق روشن پروردگار روان کرد آیت را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير. این آیت آمد. حضرت انس میگوید من در خانه ابو طلحه بودیم، در همونجا میگوید کنت ساقی القوم، من ساقی قوم بودم. میگوید تا حال میگوید این آیت که ما به گوش ما نرسیده بود، من در خانه حضرت ابو طلحه نشسته بودیم. عبیدالله ابن جراح هم میگوید بود، عبدالرحمن ابن عوف هم بود. میگوید در اونجا ما در حالت نوشیدن خمر بودیم و من حضرت انس که قریب 10 سال خدمت حبیب خدا را کرده است میگوید من ساقی بودم. به ناگاه میگوید یک ندای شنیدیم، کسی از بیرون فریاد زده ایستاده است. میگوید وقتی بیرون برآمد مرا فرمان داد اخرج ما هذا صوت، گوش انداز این چی میگوید منادی، این فریاد زننده چی میگوید. حضرت انس میگوید بیرون برآمدم این منادی میگفت ان الخمر قد حرمت. الحال من از نزد حبیب خدا آمدم، آیت آمد که به تحقیق خمر حرام شد. میگوید در حال گشتم آمدم گفتم ابو طلحه این نماینده پیغمبر خدا بود و آیت روشن برای حرام بودن خمر آمد. میگوید زمان این شنیدیم، در حال میگوید همون قده هایی که داشتیم در زمین گذاشتیم، شنیدیم. البته حکومت ایمان چی بزرگی هست. وقتی که انسانی که ایمان داشته باشد با شنیدن این آیت ها
با شنیدن این سرگذشت ها در حال البته آن پیاله می در زمین میگذارد. میگوید در من فرمان داد که بیرون کن این خمهایی که هست همه را در کوچه ها رفته بریزانی. حضرت انس میگوید برداشتیم بیرون برآمدیم، تمام توده مسلمان ها خمهایی که در او خمر داشتن عرق داشتن در کوچه های مدینه میگوید پاش میدادن میریختن، حتی مثل نهرها میگوید مثل همان جویبارها بر این میگوید خمر روانه شد، در خاک ها حتی جلا میداد همه خمر بود. حکومت ایمان. بین یک زمان امریکا هم فرمان برآورده بود که عرق نوشی بس، لیکن ایمان کی نیست از عرق نوشی باز نایستادند. گورباچوف در زمانهای دولتداریش فرمان برآورد، حتی تاک ها انگورها بریده شد، شیشه ها شکسته شد، لیکن باز عرق نوشی اوج گیر برای ایمان ندارن اونها. که حکومت ایمان چنان حکومتی هست که با مجرد شنیدن صحابه ها میگوید همه در زمین گذاشتیم. حتی از شام میگوید تجارت خمر داشتیم. تاجرها میگوید وقتی که به نصف راه به مدینه ندار آمده که شنیدن که عرق حرام است، در بین راه میگوید گذاشتن نزد حبیب خدا آمدن. گفتن حبیب خدا آیا در باب خمر چیزی هست؟ گفت امروز ای پیروان من الکی خمر حرام شد، با طریق واضح مرحمت خوانید. میگوید آمدن در همون بین راه دیگر نگفتن که من در اینجا 1000 سامانی و 10,000 سامانی صرف کردم اینشم میفروشم بعدا نمیکنم، نگفتن، در جاش ریختن نابود کردن، زیرا که حکم خدا بود. انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. خدا میگه به درستی این که خمر، عرق، میسیر، قماربازی، انصاب و ازلام، فالبینی و بتپرستی رجس، پلید هستند. مفسران میگن خداوند رجس، کلمه رجس را که پلیدی هست فقط در گوشت خوک و در بتپرستی استفاده کرده است و خلاص. و این چونین انا همین کلمه رجس خداوند در خمر و در قمار و در بتپرستی و در فالبینی هم استفاده بود. قمار که امروز بسیاری از برادران نمازخوان ما و شما هم به او وابسته هستند، میبینی کدام بازی نباشد در نزد مذهب ابو حنیفه بازی ها بی پول هم که باشد این مکروه تحریمی آمدگی است. اگرچنده که بعضی از عزیزان ما و شما بی پولش رخصت دادن به غیر نردی بازی کردن، بی پولش اجازت دادن، گفتن اگر با شرطی که این بازی ها مانع از نماز و از ذکر پروردگار شما نشود. لیکن نزد مذهب ما و شما، نزد مذهب امام ابو حنیفه بازی کردن با همان نمود بازی ها را مکروه تحریمی گفتند. این رجالا یتخوضون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامه. پیغمبر خدا گفتند کسان از بندگان خدا اگر به غیر راه پروردگار یعنی ناحقانه در مال یک برادرش صاحب می شود، یقین داند که جای وی دوزخ است. یعنی این ناحقانه ما و شما بالای مال یک برادر صاحب میشه با طریق بازی کردن قمار. خدا در قرآن میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما مال یکدیگرتون با طریق باطل نخورید. یعنی این با طریق باطل خوردن مال است، چی در قرطه، چی در لتا، چی در نردش باشد، چی در شخمتش باشد. اگر با طریق پول ما و شما قمار بازی کنیم اینم رجس است، اینم پلید است. گفتند خداوند این را رجس خواندن، این پلید است، من عمل شیطان گفت، این عملهای شیطانی است. گفتند حتی حبیب خدا میگوید یک نفر گوید که تعالی یا صاحبی اقامرک فلیتصدق. اگر حتی یک نفر گوید به سوی رفیقش با طریق شوخی بیا قمار بازی کنیم، حبیب خدا گفتن حتمی برای این کلمت صدقه کن که گناه کبیره نویسانده می شود.
با طریق شوخی اگر شما گویید که بیایید قمار بازی کنیم، حتی حبیب خدا گفتن فلیتصدق، صدقه کند، که این سخنش گناه در نزد خداوند نویسانده میشه. البته این ضایع کردن مال است، این ضایع کردن از همه نعمت وزین. این چی است؟ این عمر انسان است. شما 1 ساعت 2 ساعت از این بازی ها سیر نمی کنید. شما حتی که هست شخصانی که دیگر در اون حالت نه نماز پیشین به یاد اونها میزند، نه نماز عصر به یاد اونها میزند، که این نمازها را حتی خواننم در آخری وقتش میخوانند برای شیرینی همون بازیه که اونها مشغول هستند. وقتی میگوید این آیت که آمد، حضرت عمر میگوید وقتی این خواند یصد عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. خدا گفت که این خمر، این قمار چنان بازی ها و چنان نوشاکی های هستند که شما را از ذکر پروردگارتان و شما را از نماز باز می‌دارد. فهل انتم منتهون. خدا گفت آیا باز میستین از این یا نه؟ میگوید حضرت عمر وقتی این خواند گفت انتهینا، پروردگارا بس کردیم، پروردگارا با همین روز خاتمه بستیم، تمام ما دیگر به قمار و با عرق نزدیک نمیشویم. خوش به حال همون امتانی که این سخنی که حضرت عمر گفت انتهینا، تمام پروردگارا، کاش که این کلمه تمام در زبانی این امتانی که امروز در این بین مردم ما و شما زندگی دارند این کلمه را تا که داخل بگردانند. تا امروز اگر میخوردگی باشد، تا امروز اگر برای زینت در همان اتاقهای خانه گذاشتگی باشد که در اون خانه‌ای که اگر عرق باشد ملائکه رحمت نمی‌دراید، تا امروز اگر عرق فروش باشد، تا امروز اگر خریدار او باشد، اگر از این سخنها عبرت گیرد و گوید که انتهینا، پروردگارا بس، امروز من حقیقت او را فهمیدم، خوش به حالش. و الا اگر دوام دهد، برای چی من در خطبه چی خواندم؟ حدیث قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الخمر، پیغمبر گفتند ام الخبائث، اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. شما ای امتان من از عرق دوری جویید، حتی اگر در خاندانی می روید که در اونجا عرق در بالای دسترخوان است ننشینید، زیرا حدیث ابو داود است من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقعد علی مائده تدار علیها الخمر. اگر در کدام دسترخوانی که عرق باشد، شما امتان بی غیرت، شما امتان بی ناموس، برای وظیفه مو انسان، برای که وی منصب دارد، برای که وی پول دارد، اگر رفته در دسترخوان اون نشستید، حبیب خدا گفت تو ایمانی بر روز قیامت نداری، تو ایمانی بر زنده شدن در قبر نداری. وقتی در دسترخوانی که عرق باشد تو در آمده نشینی. این در حبیب خدا اجازت ندادن. این سخن پیغمبر است. پیغمبری خدا میگوید شما از خمر دوری جویید، زیرا که این مادری گناه است. من برای مادری گناه بودن این برای شما یک قصه میارم. در تفسیر قرطبی، در تفسیر همین آیت یسألونک عن الخمر والمیسر یک قصه میارد. میگوید یک جوانی بود، خیلی زیبا بود و خیلی آدمی با غیرت بود، آدمی دیندار بود و در همان محله، در همان شهر پیشوا بود. و یک زن میگوید بسیار به این جوان، به این پیشوا، به این عالم عاشق شد و خواست از او یک استفاده برد. هر راه ها را میکافت نمیافت. عاقبت چیکار کرد؟ عاقبت میگوید غلامی خود روان کرد که رفته این عالم را بگو که من یک مسئله را از او پرسان میکنم، یک مسئله شریعتی را بگو که به پیش من بیاید. وقتی میگوید این جوان آمدن، این زن در حال میگوید همان لباس های شب خواب کنکش را در بر کرد، چه زیب و زینت داد، پیشای بر کشاده کرد. وقتی این مرد میگوید در آمد،
در حال میگه درها را امر کرد که درها را بسته کنید. درها میگه بسته شد و این جوان در حیرت ماند. این چه حادثه است؟ گفت من از تو سؤال ندارم، برای من هیچ مسئله شرعی تو لازمم نیست، لیکن من به تو عاشق شدم، من میخواهم از تو استفاده برم. اگر به من نزدیک نمیشوی، گفت الحال، گفت در همین شهر، گفت تو را من شرمنده میکنم. البته این گونه تهمت ها در راست آدمای دیندار زیاد است. گفت شرط دارم، اگر شرط مرا اجرا کنی مرحمت. گفت چی شرط داری؟ گفت با من یک جایه میشوی، خلاص میبرای میره. یا گفت این غلامی که میبینی پا و دستش بسته هست، اینو میکشی، یا این یک پیاله قدحی که پر از عرق است، اینو مینوشی، کدامی از اینا اختیار میکنی؟ گفت تمام، من دروازه تا کشاده میکنم برای تو جواب. این پیشوا میگه فکر کرد که کشتن انسان خیلی گناهی وزنین است، غلام کشتن این وزنی، زنا کردن از اون ده بدتر. میلش همین عرق می نوشم و از اینجا خلاص می شوم و سوی پروردگارم زاره و تولا میکنم، این برای من درس می شود. گو من همین قدح می نوشم. گو اختیار داری مرحمت. میگد قدح خیلی، میگد همون درجهش بلند بود، میگد خیلی سخت بود. میگد وقتی همین یک پیاله را نوشید، یک زمان ناگذشته میگد که این جوان میگد الکه، میگد دیگرگون شد. وقتی میگد حالتش دیگرگون شد، باز میگد از این زن طلب کرد پیاله دیگر بریز، باز میگد دویم ریخت، سیوم شم خورد. وقتی نوشید میگد دیگر الکه چی شد؟ الکه از عقل بیگانه شد. میگوید خواست بالای زن هجوم کند. برای آدمی مست، چی مادرش باشد، چی خواهرش باشد، چی همسایش باشد، ولی فرقی ندارد. امروز ما و شما از قصه ها و از مجله ها خوانده ایستاده ایم که همه کارها در حالت مستی می شود. چی کشتار است، چی زنا است. همین کزیناهایی که امروز پیدا شدن، همونها در حالت مستی همه کار انجام می دهند. اگر وای هوشیار باشد، کم ذره ایمان کی دارد وای در این کار قادر نیست، وای مست میکنن، بعد وای البته به همه کار قادر می شود. میگد خواست که بالای این زن هجوم کند و با این زن یک جایه شود. این زن گفتن نه، گفتن به من نزدیک نشو، تا اگر همین غلام نمیکشی به من نزدیک نمیشوی. گفتن هیچ گپی نه، کار دا گرفتن، دیگر عقل نیست، فراست نیست. این غلام میگه کشت و بعد کشتن میگه این زن دیگر داد و فریاد زد، اعلان کرد بیایید که این خانه من در آمده است. بینید همه سرچشمه همه این از چی سر شد؟ از عرق سر شد. این از ضرر البته به البته عرق برای هر یک فرد مسلمانی که اگر عقل و فراست داشته باشد. در قصه ها می آید که بار یک زن در قد راه ایستاده بود. این مرد حکایت میکرد وقتی من به پیش او میگذشتم، جانب من اشاره کرد که نزد من بیا. میگه نزد وی رفتم. گفت ثواب میخواهی؟ گفتم بلی ثواب میخواهم. گفت در خانه من، گفت شوهرم در نزع جان است، رو برای وی کلمه بگو. این مرد میگوید من داخل این خانه شدم، دیدم که در اصل مرد در نزع جان بود و در حال میگوید نزد او نشستم و گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. 2 بار 3 بار تکرار میکنم. این مرد تماما این کلمه را تکرار نمیکند. آخر میگه چشمهاش کشاد و گفت ای مرد، گفت هر چی میگوی از این کلمه گفتن بگیر. گفت من از دین اسلام هم بیزار هستم، از این کلمه هم بیزار هستم. و میگه چشمها را پوشید و جان به حق تسلیم کرد. میگه وقتی این سخن از زبان اون شنیدم، این مرد میگه من در حیرت ماندم این کی باشد. وقتی از زن او پرسیدم و ای گفت این مدمن الخمر بود، این عرق نوش بود. در حال چی گفتن حضرت؟ صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه راست گفت پیغمبری خدا.
چی کلمه را راست گفت؟ من شرب الخمر مات لقی الله تعالی كعابد الوثن. کسی اگر عرق می نوشد وقت زمانی که جان به حق تسلیم میکنه، پیغمبری خدا گفت او با خداوند مثل بت پرست رو فرو می شود. او در دین اسلام نیست و مثل بت پرست است. گفت كعابد الوثن. وطن گفته بت ها را میگد، هیکل هایی که پرستش میکردن. حبیب خدا گفت کسی عرق می نوشد در حالت جان دادن گفت مثل بت پرست به پروردگارش رو فرو می شود. این بیزاری این انسان از این کلمه و از این دین به خاطر چی بود؟ به خاطر عرق بود. حضرت امام ابو یوسف که شاگرد امام ابو حنیفه بودند، میگد از ابو حنیفه پرسان کردم برای چی همین انسان هایی که عرق می نوشند در چهره هاشون یک ترشی پیدا می شود، یعنی همین روی هاشون جنج میکنن، برای چی میکنن؟ حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن من زنا او شرب الخمر نزع منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسی. گفتن تو نمیدانی که پیغمبری خدا گفت کسی زنا میکند، کسی عرق مینوشد، ایمان او مثل کرته‌ای که از بدن بدر کرده می شود، ایمان او از بدن او کشیده می شود. همون حالت جنج کردن، همون حالت روی شد ترش کردن حالتی است که ایمان او برداشته شد. در اون حالت دیگر ایمان ندارد. گفت امام ابو حنیفه خدا رحمت و مغفرتشون کند. عزیزان ما و شما میگویند که من نام سکران، من به همین حدیث صحبت من انجام میتم، من نام سکران کان عروسا للشیاطین. عزیزان ما و شما گفتن کسی که اگر شب عرق می نوشد و آمده با همین حالت در جایگاه خواب میکند، حالتی که مست است، کان عروسا للشیاطین، و عروس شیطان است. چگونه که مرد با زنش معامله میکند تا روز شیطان ها هجوم بالای این عرق نوش، هجوم بالای این مرد مست میکنند تا روز و یا بچه بازی میکنند، اونا راحت میکرده. بینید آدم مست الله که در همون جمله همون مردم ایتالیایی که یک گروه بچه ها هست استفاده شون میبرند، انا در همون گروه ها مردم عرق نوش قرار داشته است. کسی اگر مست خواب میکند تا روز عروس شیطان بوده است، شیطان استفادهش میبرد. ننگ باد، باور کن شرم باد که این قدر این منزلتی که خدا انسان داده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا میگوید این قدر مخلوقای زیاد دارم، لیکن از آدم در دیده مخلوق بهتر ندارم، زیباتر ندارم. این مرتبه را تو در حالت مستی گم میکنی و شیطان که دشمن خدا و دشمن قرآن و دشمن مسلمان هاست، تو با وی زن میشوی تا روز تو را استفاده میبره. چند قدر شرم است، چند قدر خجالت است که این قدر انسانیت تو از دست میدهی. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر حسینی را چی میگه؟ تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. تو را ترسا همه گوید که در صفرا مخور حولا. نمیمانی زنا پاکی، نمیمانی زنا پاکی برای گفته رحمان، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. حضرت میگوید ننگ بر تو باد ای عرق نوش که همون پروردگاری که خالق توست، همون پروردگاری که همه نعمتها را برای تو مهیا کرد، همون پروردگاری که این قدر اعضاهای درست برای تو داد، در هر یک اعضای تو عدالت کرد، همون پروردگاری که اگر خواهد با زلزله تمام دنیا را نابود میکند، همون پروردگاری که با شمال میتواند دنیا را نابود کند، همون پروردگار برای تو بنده چی میگوید؟ مخور باده، عرق ننوش.
ترسا چی میگوید؟ ترسا میگوید در حالت بیماری شیرینی نخور. یعنی اگر شما نزد یک دکتر روین، اگر شما را کسل قند برارن، میگوید که تو برای تو شیرینی خوردن، گوشت گوسفند خوردن منع. حسین وعیزی کاشفی که صاحب تفسیر حسینی است بگه ننگ به تو باد، سخن دکتر میگیری برای از این بیماری نجات یافتنت، از حولا و از گوشت گوسفند از همه تو پرهیز میکنی و سخن پروردگار تا قبول نمیکنی. تو را رحمان همه گوید که ای مومن مخور باده، وای گفته ایستاد از باده را نخور. وای پروردگار میداند که این باده برای شما ضرر دارد. این ماشین هایی که ما و شما حی میکنیم، اینها را زوادها میداند که کدام روغن برای این مناسب است. و ما و شما را پروردگار انجینیر ما و شماست، میداند کدام نوشاکی کدام روغن در وجود ما و شما پسند است. و میداند. از این خاطر ما را من کرده ایستاد است که نخور، این زهر قتال است، این تو را شرمنده میکند، وجودی تو را درمند میکند. این برای تو شفا نیست، برای تو دوا نیست. نمیمانی زنا پاکی برای گفته رحمان. این نامرد میگوید ای انسانی که تو نام مسلمانی و مؤمنی است، برای گفته رحمانت از عرق خوردن باز نمیستی، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. برای یک دختری که از تو ترسان یا اینکه حقیقت گفت، برای گفته او همه حلال کرده های پروردگار را ترک کردی و برای پروردگارت امر کرد که باده را نخور، خورده ایستاده ای شرمنده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من این موضوع را انجام ندادم، خدا خواسته باشد جمعه های آینده باز آن آیت ها و آن احادیث هایی که در این باب هست باز به سمع شما می رسانم. یک مسئولیتی هست در ذمه ما، من به همه شما می رسانم و این حواله بر ایمانداری و مسلمانداری شما میکنم. اگر کردید خوش به حالتان، نکردید زود است که شما این دنیا را ترک میکنید. این دنیا برای شما ابدی نیست و این تنی صحت تانم و این حالتهای خوب تانم، دولتداری تانم، اینا هیچگاه پیش راهی مرگ نمیگیرند. خدا گفت و الیه المصیر، یقین دان که بازگشتت به سوی من است. رو 70 سال حیات ببین، 50 سال حیات ببین، رو در اسرائیل توابت کن، لیکن مرده تو را نزد من میارن، خواهی نخواهی پیش من میایی. تو کاری کنیم که باید که ما و شما خجالت نرویم، کاری کنیم که با یک چهره سرخ، کاری کنیم با یک ایمان با حبیب خدا رو پرو شویم. پیغمبر خدا گفتن من شفاعت نمی کنم کسی را که در دنیا سخنی مرا رد کرده باشد. خدای مهربان عاقبت همه ما بندگانت را به خیر بگردان و این زهر قتالی که یکی از حرام کرده های تو در روی زمین است، خدایا برای ما چنان قوت، چنان توفیق نصیب بگردان که چه از خوردن، چه از نوشیدن، چه از فروختن، چه از یاردم کردن، خدای مهربان ما باز ایستیم و پروردگارا چنان توفیق برای ما نصیب بگردان که بهترین نعمت که ایمان است، این ایمان را گرفته وارد قبر و وارد روز قیامت گردیم. و خدایا این جمهوری ما را آباد بگردان، یک دلی و یک دیگر فهمی را حکمران این جامعه ما بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين.